راز تاریک زندگی بیل گیتس. چطور بیل گیتس به طور اتفاقی به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل شد. از اینجا شروع می‌کنم که هیچ وقت قرار نبود بیل گیتس انسان بیلیونری باشه. سال 1977 استیو جابز اولین کامپیوتر شخصی جهان رو میسازه. تا قبل از اون کامپیوتر یک چیز تجاری پیچیده و بزرگ بود که فقط سازمان‌ها و دانشگاه‌های بزرگ میتونستن ازش استفاده کنن و قیمتش تا صدها هزار دلار میرفت. اما اپل این بازی رو برای همیشه تغییر داد. بزرگترین شرکت تولید کننده کامپیوتر در اون زمان آی بی ام بود. آی بی ام که رشد اپل رو میبینه، میترسه و تصمیم میگیره که کامپیوتر شخصی خودش رو به بازار ارائه بده. مهندسانش میان از قطعاتی که از قبل دارن یه جا استفاده میکنن و کامپیوتر شخصی رو میسازن. اما یک مشکل اساسی وجود داره. این کامپیوترها برای استفاده شخصی طراحی نشدن و قطعاتشون کنار هم کار نمیکنن. آی بی ام به یک سیستم عامل نیاز داشت که تمام این قطعات مثل کیبورد و مانیتور و سی پی یو رو کنار هم هماهنگ کنه و کاربریش برای افراد عادی جامعه که برنامه‌نویسی بلد نیستن آسان‌تر بشه. حالا در همین حین ماری مکسول، مادر بیل گیتس که به واسطه کارش ارتباطات خوبی با مدیر عامل شرکت آی بی ام داره و به هر دلیلی از این پروژه خبر داره، بهش میگه که آقای اوپل، پسر من یک شرکت نرم افزاری داره به اسم مایکروسافت و این مشکل شما رو میتونه حل کنه. مدیران میرن پیش بیل گیتس و گیتس میگه که این نرم افزار رو ما نداریم، اما اتفاقا یکی از دوستان من دقیقاً همچون سیستم عاملی ساخته و مشکل شما رو میتونه حل کنه. بیل گیتس به دوستش گری کیلدال زنگ میزنه و میگه چند نفر مهم قراره بیان شما رو ببینن، این ساعت حتما خونه باش. گری جدی نمیگیره و دقیقاً همون ساعتی که مدیران میان خونش نیست و رفته با هواپیمای ملخیش دور بزنه. بهشون برمیخوره، با زنش صحبت میکنن، اون هم اونها رو تحویل نمیگیره و دوباره برمیگردن پیش بیل گیتس. بیل گیتس فرصت رو غنیمت میشماره و میخواد شانس خودش رو امتحان کنه. به مدیران آی بی ام میگه اگر صبر کنید من تا 3 ماه دیگه یک سیستم عامل تحویل شما میدم. به علاوه اینکه دوستم گری هر سیستم عامل رو 240 دلار میخواد بفروشه، اما من فقط با 40 دلار میتونم انجامش بدم و اونها هم قبول میکنن. بیل گیتس میره بازار میگرده و حق استفاده کامل یک نرم افزار رو میخره به اسم کیوداس که در اصل یک کپی 90% از سیستم عاملی که دوستش گری نوشته و برای همینه همیشه در داستان‌ها میگن بیل گیتس ایده مایکروسافت رو از دوستش دزدیده. 3 ماه بعد مدیران آی بی ام دوباره برمیگردن، اما هنوز آماده نیست. 3 ماه دیگه هم وقت میخواد و اینجوری 3 ماه اونها رو معطل میکنه تا تمام باگ‌های نرم افزاریش رو بگیره و مادرش هم پیش مدیر شرکت لابی میکنه که صبر کنن و بالاخره نرم افزار آماده میشه و آی بی ام بالاخره کامپیوترهای شخصیش رو به بازار عرضه میکنه و فروششون از اپل پیشی میگیره و در نهایت بیل گیتس به خاطر فروش این سیستم عامل‌ها در سن 30 سالگی بیلیونر میشه که در اون زمان جوانترین بیلیونر تاریخ به حساب می اومد. اگر براتون سوال این سیستم عامل چیه، ما امروز بهش میگیم ویندوز. گری کیلدال هم از آی بی ام شکایت میکنه، شکایتش به جایی نمیرسه و از اینکه میبینه با نرم افزاری که اون اختراع کرده بقیه بیلیونر شدن خشمگین میشه، افسرده میشه، همسرش رو طلاق میده، الکلی میشه و در نهایت در سن 52 سالگی در یک مشروب فروشی دعوا میکنه، کتک میخوره و جسد بیجانش رو همونجا پیدا میکنه. درس این داستان چیه؟ درس این داستان بسیار ارزشمنده. از زمانی که من کوچیک بودم همیشه بیل گیتس رو به عنوان یک سمبل موفقیت معرفی میکردن. همیشه مصاحبه هاش رو میآوردن که میگفت من روزی 12 ساعت دارم کار میکنم. شما هم سخت کار کنید حتما میرسید. و من الان به شما میگم بیایید. سمبلتون دروغینه. حرفاتون برای کنترل افکار عمومی و احمق هاست. من ویس مصطفی پور از زمانی رشدم شروع شد که چشمانم رو باز کردم و فهمیدم که دنیای واقعی چه خبره. و همیشه میگم واقعیت یک چیز بینابین. اگر مادر بیل گیتس لابی نمی‌کرد در آی بی ام، اگر خانواده‌اش برای شروع کارش 100,000 دلار بهش هدیه نمیدادن، اگر از کودکی بهترین مدارس آمریکا درس نمیخوند، احتمالش خیلی زیاد بود که الان بیل گیتس هم در کار نباشه. بیل گیتس از زمانی که 15 سالش بود 24 ساعته به کامپیوتر دسترسی داشت که با اونها کار کنه و یاد بگیره. زمانی که فقط مهمترین دانشگاه‌ها و سازمان‌های جهان کامپیوتر داشتن و قیمتش صدها هزار دلار بود. مثل اینه که الان شما به کامپیوتر کوانتومی دسترسی داشته باشید، چیزی که حتی نمیدونید چیه. اما همیشه این ور داستان هم هست. خود بیل گیتس انسان نابغه‌ای بود. هزاران بچه احمق دیگه هم به کامپیوتر دسترسی داشتن و چیزی نشدن. فرصتی که برای بیل گیتس پیش اومد برای آدم‌های دیگه مثل گری کیلدال هم پیش اومد، اما اون رو به سخره گرفتن و ندیدن. بیل گیتس انسان نابغه و رهبر توانمندی بود و ارتباطات فوق‌العاده‌ای برای خودش جدای از پدر مادرش ساخته بود. حرف من اینه که از هیچ ور بوم نیفتید. موفق شدن در این سطوح ترکیبی از ارتباطات قدرتمند، راند و شانس. اما مسئله اینه که در نهایت اگر خودتون انسان توانمندی نباشید از این فرصت‌ها نمیتونید استفاده کنید. من رئیس مصطفی پورم و اگر میخواید که جهان و فرصت‌هاش رو اونطور که هست بدون پرده ببینید، با من همراه باشید. گام اول موفقیت درست دیدنه. اینکه در توهم در یک دنیای احمقانه که بقیه براتون تعریف کردن زندگی نکنید. واقعیت رو عریان، تلخ و اونجوری که هست ببینید.